مراسم بچه بازی بخواد توی ایران برگزار بشه که اونم داره انجام میشه. این فیلم هم نگاه کنید. اینم در تهرانه و خب به لطف جمهوری اسلامی و عزیزان افغانستانی ما یه دونه همین فقره رو کم داشته. افشاگری سایت تاپناکه که بله مراسم بچه بازی عزیزان افغانستانی دیگه انقدر علنی شده در تهران، همون چیزی که تو افغانستان اجرا میکنن حالا میارن اجرا میکنن و این با پسر بچه های حالا خوشگل از نگاه عزیزان افغانستانی میارن اونجا در اون وسط و این مراسم زشت و زننده و تحقیر آمیز و که سوء استفاده بسیار گسترده جنسی توش داره رو انجام میدن و حالا دیگه در ایران داره انجام میشه. خب پسرای جوان خوشگل رو میارن و میرقصن و این افغانستانی میتونه در ایران کنسرت بذاره اینقدر علنی در میدان آزادی با آلات موسیقی